گروه کلان حشرچیان شهرهای خوجندبوستان و گلستان که شمارهشان بیش از 500 نفر را تشکیل می‌دهد و منصوب به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت زیر ساختارهای آن تشکیلات و مؤسسه‌های معارف و تندرستی و امثال آن هستند، با جانبداری اقدام رئیس ولایت رجب احمدزاده عاید به اعلان گردیدن 60 روز مهنت زردار از اول موسم تا به امروز هر هفته روزهای استراحت در چینش پخته شرکت می‌ورزند. تا به امروز تونه‌های زیادی پخته چیده این حشرچیان به خرمن عموم جمع کرده شده است. یادآور میشیم که سنه 1 نوامبر پختکاران ناحیه اسپیتامین از فتح مره غلبه مهنت مژده رسانیدند و در این پیروزی دهقانان ناحیه حشرچیان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت نیز سهم گذارند. روز استراحت هفته سپری شده آنها در خواجگی دهقانی باباجان مقصود ناحیه باباجان غفوروف در جمع‌آوری حاصل پخته اشتراک کردند. یادآور میشیم که خواجگی دهقانی به نام باباجان مقصود بین خواجگی‌های تجهیز شده کلانتری محسوب یافته با نظرداشت موجودیت فرم چارواداریش دارای بیش از 200 گهتر زمین است. این خواجگی برابر کشتی زراعتی خوراک چاروا پخته‌کاری را نیز به راه مانده است. در خواجگی دهقانی باباجان مقصود ما در سال 2025 45 گکتار پخته کشت نموده بودیم. از آن حالا باشد یک زیاده از 60 پخته رویاندیم. حالا در صحرا حاصل فراوان است. من امروز روزی شنبه روز استراحت با دستگیری رئیس ولایت ما حشرچیان در صحرا برآمده در بین مرد دهقان سهم خودشان را گذاشته ایستاده‌اند. نداری خودمان را بیان میکنیم. باید تذکر داد که در معرکه جمع‌آوری حاصل پخته قسمی اساسی راه طی کرده شده تا به سنه 3 نوامبر پختکاران ناحیه اسپیتامین نقشه پیش بینی شده 3 سال پخته را 117% تامین کردند. پختکاران ناحیه اشت باشند تا به این سنه 92.8%، مسجو 86.6%، جبار رسولوف 88.1% و ناحیه باباجان غفوروف 85.6% نقشه پیش بینی شده را اجرا کردند. محض از تلاش سهامداران زمین و حشرچیان میتواند غلبه مهنتی ناحیه‌های ذکر شده را تامین نماید. امروز ما معرفچیان اهل معارف ولایت سوخت امروز از باد و هوای مساعد استفاده برده و یاری به مرد دهقان برآمدیم. پخته بایگری اساسی دولت حساب می شود و باید هر یک شخص از این معرکه خیلی مهم که معرکه قنوشین حاصل پخته باید که خود را در کنار نبیند و باید همه وقت در پهلوی مرد دهقان بوده از باد و هوای مساعد استفاده برده یاری خود را به مرد دهقان رساند. امروز با درک مسئولیت پوره جمع‌آوری نمودن حاصلی با زحمت زیاد پخته رسانیده خواجگی‌های دهقانی هر یک چنکچی و نفران قابل مهنت را ضرور است که سهم خود را در جمع‌آوری پخته در صحرا بوده گذارند.